بریم بپزیم قارمیاری. میدونید این یه غذای اصیل ترکیه. طرز تهیه‌اش هم اینطوریه که پیازمون رو خورد میکنیم، میریزیم توی مایتابه. وقتی یکم سبک شد بهش گوشچرخ کردمون رو اضافه میکنیم با ادویه‌جاتمون هم شامل زردچوبه، پودر سیر و فلفل سیاه و نمکه. بعد پوره گوجمون رو اضافه میکنیم و با همدیگه خوب مخلوط میکنیم. پوره گوجه این غذا رو خوش‌طعم‌تر و خوشمزه‌تر میکنه. و بعد فلفل دلمه‌ای خورد شده و جعفری خورد شده‌مون هم اضافه میکنیم. وقتی که با هم خوب مخلوط شدن و یه بافت سبک پیدا کرد بهش رب گوجه اضافه میکنیم. یه قاشق غذاخوری کافیه. برای این غذا احتیاج به یه سس مخصوص هم داریم که بادمجونای شکرپرمون رو داخلش بپزیم. یه قاشق رب گوجه و یه قاشق رب انار. بعد بادمجونامون رو که به صورت نواری پوست گرفتیم و سرخ کردیم و داخل شکمشون رو باز میکنیم و موادی که آماده کردیم و میریزیم توی بادمجونا. من 2 گوجم کنارش گذاشتم که غذا رو خوش رنگ تر کنه، لعاب غذا رو بیشتر کنه. وقتی بادمجونا رو همه رو پر کردیم از مواد پر کردیم داخل اون سوسی که آماده کرده بودیم با رب گوجه و رب انار و یه لیوان آب میذاریم تا قشنگ غذا جا بیفته. یه ساعت و نیم بهش زمان بدید کافیه. بعد این غذا رو معمولا با برنج سرو میکنن. من یه کم برنجم درست کردم که وقتی که غذا آماده شد با برنج سرو بشه. بعد غذامون بعد 1 ساعت و نیم آماده است. توی ظرف سرومون میریزیم هم برنج و هم این غذای خوشمزه ترکی و نوش جان میکنیم. امیدوارم که شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. بفرمایید غذا آماده است. نوش جونتون. لطفاً حمایت کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه عزیزای دلم.